انارگل با 4 فرزندش بدون اطلاع شوهرش از ایران به گونه اجباری اخراج شده است. او 50 سال سن دارد و باشنده اصلی ولسوالی بالامرغاب و ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان می باشد. او اکنون جایی برای بوده باش ندارد. خانه آن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در بادغیس تخریب شده است. ایران ما به زور ردی مرز کردم. شوهر ما نبودی. شوهر ما بگوتی شوهر ما دیگه جای نگاوانه. گوتی ما کار ندارم میشه ما برید افغانستان. اگر میموری اگر زنده باشی بری. ما دیگه چی بگویم؟ این اطفال خانواده‌های اخراج شده از ایران می باشند که مکنون اینجا در کمپ انصار لحظاتی بدور از سختی و مشقت و بازی‌های کودکانه مصروف هستند. در کمپ انصار مهاجرین برگشت کننده از ایران مورد حمایت IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان قرار می گیرند. محمد سند اقامت در ایران داشته اما توسط ماموران ایرانی اخراج شده است. او ماموران ایرانی را به توهین و لطوکوب مهاجرین افغان متهم می کند. امی پاسپورتم داشتم، با 2 تا طفل داشتم، یک زن داشتم، ما گرفت به رد مرز کرد. به اردوگاه بودیم، اردوگاهشان نم نمیداد، اردوگاهش هم کثیف بودم، مریض میکرد، بچه مریض شد. رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید که آمار مهاجرین افغان که از ایران به گونه اجباری اخراج شدند زیاد است. او می‌افزاید که در میان افراد اخراج شده زنان و اطفال بی سرپرست نیز شامل می باشند. طی ربع اول سال مالی 1398 قریب به 38,000 افراد داشتیم که به شکل داوطلب خود به خودی وارد کشور شدند از نقطه صفری اسلام قلعه. به تعداد تقریبا 18,000 افراد داشتیم که اخراج شدند از کشور جمهوری اسلامی ایران. این خانواده بدون همراه نیز از ایران به گونه اجباری اخراج شدند. این مادر نگران آینده 4 فرزندش است که چگونه در نبود پدر آنها را بزرگ کند. مسئولان محلی هرات از دولت ایران می‌خواهند که روند اخراج خانواده‌های بدون همراه را متوقف کند، اما دشوار به نظر می‌رسد که مقام‌های ایرانی به این خواست توجه کنند. شاپور صابر، هرات.